سلام به همگی. امروز با هم سفری خواهیم داشت تا اثرات اعمال گذشته رو رها کنیم و مسیری تازه برای رشد و آرامش ایجاد کنیم. این مدیتیشن به شما کمک میکنه تا انرژی های منفی و زنجیرهای کارمایی رو پاکسازی کنیم و با ذهنی آرام و روحی سبکتر به لحظه حال برگردیم. یه مکان آروم پیدا کنین، راحت بشینید یا دراز بکشید و چشماتون رو ببندید. یه نفس عمیق بکشید، دم و بازدم. اجازه بدین تمام تنش ها از بدنتون خارج بشه. همراه با من یک بار دیگه دم، بازدم. حالا تصور کنید که تو قلبتون یه نور گرم و سفید در حال درخششه. این نور پر از عشق و پاکی و آگاهیه. با هر دم این نور بزرگ و بزرگتر میشه و با تمام وجود شما رو پر میکنه. حالا تو ذهنتون لحظاتی رو که از گذشته هنوز با خودتون حمل میکنید به یاد بیارین. شاید این لحظات پر از حسرت، گناه یا دلخوری باشن. شما نیازی به قضاوت کردن این لحظات ندارین. فقط اونا رو ببینید و به حضورشون آگاه باشید. حالا تصور کنید این نور سفید آرام آرام به سمت این لحظات حرکت میکنن و اونا رو لمس میکنن. نور سفید این بارای سنگین رو به آرامی حمل میکنه و اونا رو به انرژی خالص تبدیل میکنه. حس کنید با هر لحظه‌ای که این نور کار میکنه شما سبک و سبکتر میشید. حالا تو ذهنتون به خودتون بگید من گذشته را رها میکنم. من آزاد هستم. کارماهای گذشته دیگر قدرتی بر من ندارد. من گذشته را رها می کنم. من آزاد هستم. کارماهای گذشته دیگر قدرتی بر من ندارد. حالا تصور کنید که این نور همه انرژی منفی و کارماها رو به آرامی از بدن و ذهن شما بیرون می کشه و اونا رو به سمت آسمان می فرسته. جایی که این انرژی ها پاک و خالص میشن. تو ذهنتون این جملات رو همراه با من تکرار کنید. من شفا یافتم. من با عشق و آگاهی در لحظه حال زندگی می کنم. من آزاد و رها هستم. من شفا یافتم. من با عشق و آگاهی در لحظه حال زندگی می کنم. من آزاد و رها هستم. به آرامی به نفساتون برگردین. یه نفس عمیق بکشین، دم و بازدم. انگشتای دستتون رو تکون بدین و هر وقت که آماده شدید میتونید چشماتون رو باز کنید. شما امروز قدم بزرگی برای رهایی از گذشته و پاکسازی روحتون برداشتین. به خودتون افتخار کنید. هر زمان که نیاز داشتید میتونید دوباره به این مدیتیشن برگردید. با عشق و نور دوستتون دارم.